روز 26 دکامبر سال 2023 تاجیکستان و قرقیزستان ماشین‌هایی را که در جریان مناقشه مرزی ماه سپتامبر سال 2022 با سبب‌های گوناگون در قلمرو این دو کشور باقی مانده بودند به یکدیگر برگرداندند. قرقیزستان به تاجیکستان 4 فوره را برگردانیده است و تاجیکستان به قرقیزستان 5 ماشین بارکش را. در این باره ماموریت ولایت بادکند قرقیزستان خبر داد. در اطلاع گفته می شود که تبادل فوره ها در نتیجه مذاکرات روز 26 دکامبر رهبران ولایت‌های بادکند قرقیزستان و سوغد تاجیکستان عبدالکریم اولینبایف و رجب‌بای احمدزاده صورت گرفت. در ملاقات امروزه با سفارش معاون رئیس کابینه وزیران رئیس کمیته امنیت ملی جمهوری قرقیزستان قمچبک توشیف پیرامون برگردانیدن ماشین‌هایی که در قلمرو دو کشور بازداشت شده بودند مذاکرات صورت گرفت و طرف‌ها درباره تبادل این ماشین‌ها توافق کردند. در نتیجه از قرقیزستان به تاجیکستان 4 ماشین بارکش را برگردانیدند و از تاجیکستان به قرقیزستان 5 ماشین بارکش را پس دادند. این ماشین‌ها در جریان مناقشه مسلحانه سال‌های گذشته با سبب‌های گوناگون در قلمرو این دو کشور باقی مانده بودند. این ماشین‌ها به ساکنان دهه‌های نزد مرزی تعلق دارند. گفته می شود در اطلاعیه ماموریت ولایت بادکند. خدمات مطبوعات رئیس ولایت سوغد نیز درباره ملاقات رجب‌بای احمدزاده با عبدالکریم اولینبایف در قرارگاه پرزیدنت تاجیکستان در شهر خوجند گزارش داده است، ولی در اطلاعیه‌اش درباره تبادل ماشین‌های بارکش چیزی گفته نشده است. گفته می شود در این ملاقات که با اشتراک رهبران ولایت‌ها، مقامات حفظ حقوق، رئیسان شهر و ناحیه‌های نزد سرحدی در فضای دوستانه حسن تفاهم جریان گرفت و طرف‌ها از سال 2023 نتیجه گیری کردند و نقشه چاره‌بینی‌های مشترک بین ولایت‌های سوغد و بادکند را برای سال آینده 2024 قبول کردند. به نافهمی‌هایی که در دوام سال در مرز بین سوغد و بادکند به وجود آمدند توانستند سر وقت رسیدگی کنند. در نتیجه در ناحیه‌های مرزی یگان مناقشه جدی رخ نداد و ترتیبات جمعیتی تحت نظارت مقامات حفظ حقوق قرار داشت. در حقیقت به فرق سال‌های 2021 و 2022 که با مناقشه‌های خونین با صدا و کشته و زخمی‌هایش در یادها ماند، در طول سال 2023 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از جمله در مرز سوغد و بادکند یگان مناقشه جدی رخ نداد و سال 2023 در این مرز که نوآرام‌ترین مرز آسیای مرکزی شمرده میشد خیلی آرام‌تر پس سر شد.